شاید هرگز نبودی، اما من سالها منتظرت ماندم. من سالها با چشم‌های خسته به آسمان نگاه کردم، نه برای دعا، برای اینکه بفهمم کسی آن بالا هست. اگر بودی چرا وقتی دنیا دهان باز کرد برای بلعیدن کودکی من حتی یک بار هم سرت را پایین نیاوردی؟ من ایمان آوردم، نه از روی یقین، از روی ترس اینکه اگر باور نکنم تنها میمانم. ولی حالا اگر قرار است تنهایی حقیقت باشد، ترجیح میدهم تنهایی واقعی تر باشد، نه تنهایی مؤمن.